امروز 25 ایون است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالو گلخوجه در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخط موضوعات توجه کنید. با کمک شتافتن در روسیه 5 مهاجر توجیک یک نورسی روس را از غرقشوی در رودخانه بزرگ نجات دادند. تا آمدن آنها ما اولین کمک خود را به آنها و این کودک رساندیم و او را از آب برآوردیم و او بی خود بود، ما او را به خود آوردیم. علاقه قطع شد و یا چرا مشتریان تیسل در بعضی از مناطق شمالی تاجیکستان از خدمات موبیلی بی بهره ماندند. و برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتایان تاجیک خود تجربه می‌آموزند. تجهیزات طبی در مرکز ما از اینجا پیشرفته تر است، اما اینجا خواهش انجام عملیات پیوندسازی بیشتر است. صبح امروز یک نورس 15 ساله خود را از طبقه 11 بینای بلند و شونه در دوشنبه به زمین پرتافته است. دوستانی نویه شومنصور به تحقیق حادثه آغاز کرد تا به حال انگیزه رسمی چنین رفتاری فرقت علیمов اعلان نشده است. ولی مادرش تاتیانا علیمова گفت و از ماه می به این سو بعد ماجرای در مکتب دمدوز شده بود. مقامات نویه شومنصور جسد نورس را به سردخانه انتقال دادند. به فرق از فرقت وقتی کیریلی 13 ساله در روسیه بلندی کرد و مهاجران توجیک به او عمری دوباره بخشیدند. یک گروه از مهاجران نورسی روس را از غرقشوی نجات دادند. حادثه شام دیروز در شهرک یابلونوفسکی جمهوری ادیگه روسیه رخ داده است. در ویدیویی که در اختیار رادیو آزادی هست دیده می شود که چگونه دو مهاجر برای نجات پسر بچه خود را به رودخانه کوبان می اندازند. خیام اگانبردیف یکی از نجات دهندگان میگوید در ساختمان در نزدیکی رودخانه مشغول کار بودند که فریاد کمک خواهی را شنیدند. ساعت‌های تقریبا 5:30 بود. یک کودک به همین ریکه کوبان غرق شد که ما تاختیم با سوی او با نجات رحیم و سالم جان و جام حلیم بایدف کامران و جنبیل خلق بردی و من خیام که ما این کودک رو از آب برآوردیم. یکی ما با یوری تجربه زنگ زدیم که آنها که آمدن پس از نیم ساعت که تا آمدن آنها ما اولین کمک خود را به این کودک رساندیم و او را از آب برآوردیم و او بی خود بود، ما او را به خود آوردیم. به گفته مصاحبان ما در نجات این پسر بچه 5 مهاجر شرکت کردند. در نواری که به رادیو آزادی فرستاده شد 4 نفر آنها ثبت گشته است. ضمناً رسا یک سال پیش همین گروه مهاجران که زادگان شهر پنجکنت ولایت سوغد هستند از همین رودخانه یک زن و یک کودک را بیرون برآورده و از مرگ رهانیدند. در پی مقامات رسمی در روسیه به حکومت پیشنهاد کردند که این مهاجران برای جسارتشان قدردانی شوند، اما طور معلوم گشت این حرفها تنها در سطح پیشنهاد باقی ماند و نجات دهندگان به گوشه فراموشی سپرده شدند. امروز برخی از مهاجران توجیک از ما درباره مهلت ثبت نام و یا رجیستراسیون در روسیه سوال کردند. دقیق‌ترش آنها میپرسند که تا کجا مهاجران میتوانند مهلت بود و باشی 1 ساله داشته باشند. کریم جان یوروف مدافع حقوق مهاجران در روسیه در شرح این سوال گفت چنین امکانیت از قبل وجود داشت، یعنی آن مهاجرانی که اجازتنامه کاری دارند و خدمات مهاجرت روسیه از فعالیت آنها آگاه کرده شده است در صورت سپردن مبلغ 1 ساله پتنت توانند که به همین مهلت خود را به قید گذارند. برای این کار آنها باید تقریبا 60,000 روبل روسی صرف کنند. رو میریم به موضوع دیگر. امریکا در واکنش به سرنگون کردن هواپیمای بدون سرنشین این کشور در خلیج فارس در هفته گذشته روز دوشنبه 24 ایون علیه ایران تحریم‌های نو جاری کرد. ایران این عمل امریکا را نقض مقررات بین‌المللی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های سخت علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جاری می‌کند. کمرسیاتا درباره پیامدهای احتمالی تحریم‌های نو گزارش می‌دهد. اقتصاد ایران از چند دوره تحریم که هدف از آن رهبران جمهوری اسلامی می باشند اذیت کشیده است و حالا باز عمیق‌تر خواهد شد. تحریم با فرمان اجرایی صادر شده هدف آن اداره رهبری عالی جمهوری اسلامی و نزدیکان او می باشد. ما دسترسی آنها به ذخیره‌های مالی را تحریم می‌کنیم. پرزیدنت آمریکا دور نوی تحریم ایران را روز دوشنبه اعلان کرد.
پیش از آن خبر رسید که امریکا بر ضد نظام کیبرنتیکی ایران که از سوی خدمات اکتشافی این کشور استفاده می شود عملیات پیش می برد. ایران حمله را عملی خلاف قانون‌های بین المللی نامیده تحریم‌ها را بی اثر خواند. این واقعا تحریم مونده که ایالات متحده اخیراً یا در 40 سال گذشته علیه ملت ما و کشور ما عملی نکرده باشه. و چند لحظه پس از امضای این فرمان ترامپ، استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا به خبرنگاران گفت که با فرمان اجرایی نوی پرزیدنت دونالد ترامپ میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های ایران مسدود خواهد شد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید که اگر ایران حاضر باشد او آماده مذاکرات با این کشور است. در این بین کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو با مقصد تشکیل یک ائتلاف سراسری بر مقابل ایران به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرد. پامپئو ابراز داشت است که آمریکا آماده است بدون پیش‌شرط با جمهوری اسلامی سر میز مذاکرات نشیند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز در برخی از مناطق شمالی تاجیکستان مشتریان شرکت تیسل ساعت‌های دراز به خدمات موبیلی دسترسی نداشتند. چون این وضعیت کاربران را ناراحت و نگران کرد، زیرا به گفته آنها سبب قطع علاقه برای آنها شرح دادن نشد. اما مسئولان این شرکت در صحبت با میرزا نبی خالقزاد امروز گفتند علت در صدمه بود و الکی برطرف گشت. صدها نفر مشتریان شرکت تیسل روز 24 ایون از خدماترسانی این شرکت در وادی زرافشان محروم شدند. آنها از ساعت 1:30 تا ساعت 10 شب نتوانستند که وارد اینترنت شوند و از خدماترسان دیگر این شرکت استفاده کنند. تنها صبح امروز مسئولان شرکت تیسل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بر اثر اصابت رعد و برق به پایگاه موج پراکنی این شرکت در بلندی‌های وادی زرافشان این صدمه رخ داده است و آنها میگویند که حتما مشتریانشان که در این مدت یعنی طی 10 ساعت از گفتگو از استفاده اینترنت محروم شدن جبران کرده میشن و دقیقه ها و میگابایت ها حتما پرداخته خواهند شد. میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد. باید گفت تیسل یکی از بزرگترین شرکت مخابراتی تاجیکستان به حساب می رود. بر اساس آمار خدمات ضد نصوری حدودی 43% مشتریان شرکت های موبیلی در کشور از شرکت تیسل استفاده می کنند. دیروز وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو خبر داد که در اوکروگ نظامی مرکزی تفتیش ناگهانی نیروهای مسلح آغاز یافته است. هدف آن ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح روسیه و تامین امنیت در آسیای مرکزی عنوان می شود. اوکروگ مرکزی نیروهای مسلح بزرگترین در روسیه بوده، از جمله پایگاه 201 در قلمرو تاجیکستان به آن شامل است. در حالی که روسیه این پایگاه را کفیل امنیت در تاجیکستان می نامد، در گذشته بارها حادثه های به وقوع پیوسته است که نظامیان روس در مقابل اهالی آسایشته جنایت صادر نمودند، ولی مقامات نتوانستند آنها را در قلمرو تاجیکستان مجازات کنند. در حوزه مرکزی نظامی روسیه به سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح این کشور آغاز کردند. سنجش ناگهانی است و فرمانش را ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه داده است. این معرکه با هدف ارزیابی توانایی‌های نیروهای مسلح برای حفظ امنیت نظامی در منطقه آسیای مرکزی است، جایی که هنوز تهدیدهای جدی خصوصیت تروریستی داشته وجود دارد. در تمرین 150,000 نیروی حربی روسیه اشتراک می‌کنند. در نوارهایی که وزارت مدافع روسیه تا حال نشر کرد، در تمرین از سیستم موشکی اسکندر S-300 و S-400 و همچنین BTR-82 استفاده شده است. سنجش تا روز 28 ایون ادامه می‌کند و قرار است در این مدت در 35 آزمایشگاه 50 مشق نظامی گذرانده شود. سنجش توانایی‌های جنگی نیروهای مسلح روسیه و آن هم با هدف حفظ امنیت در آسیای مرکزی در حال است که این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه نظامی دارد. بزرگترین آن در تاجیکستان است که در آن 7000 نیروی حربی روسیه جایگیر شدند. این نیروها هفته گذشته در تاجیکستان در رزمایشگاه لاهور مشق خود را برگزار کردند. در آن زیاده از 500 سرباز و افسر، 60 تانک و زره‌پوش و 2 چرخبال می 24 استفاده شد. هدف از رزمایش هماهنگی عملیات زمینی و هوایی برای نابود کردن کاروان حربی بیگانه گفته شد. ولی ساکنان محلی گفتند پس از تمرین ها در اینجا ذخیره های جنگی ناترکیده باقی میمانند که به جان آدمان تهدید میکنند. پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح چنین قضیه ها خودداری میکند. این پایگاه بر اساس سازشنامه بین دولتی روسیه و تاجیکستان حق دارد که تا سال 2042 در تاجیکستان فعالیت کند.
برنامه ادامه میدیم. ابی هنرمند معروف ایرانی مقیم امریکا تصمیم دارد ماه اوگوست امسال در تاجیکستان کنسرت رایگان برگزار کند. این تشبوس آوازخوان یک نوع مینه‌داری به طبیبان تاجیک به خاطر جراحی موفق همسرش در دوشنبه است که سال گذشته انجام شد. جراحان گرده محشید حمیدی همسری 53 ساله را تبدیل کردند. ضمناً طبیبان تاجیک همکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می‌آموزند. تفصیلات را در گزارش زرانگیز نوروزشو و برای یوسفی تماشا میکنیم. برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتایان تاجیک خود تجربه می‌آموزند. این تجربه آموزی طبیبان روس در تاجیکستان بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیرسک صورت گرفته است. الکساندر راگاوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. با آن خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد. الکساندر راگاوینکا در 1.5 هفته حضورش در تاجیکستان در 9 عملی پیوندسازی گرده از آدم زنده شرکت کرده است. قرار است با همتایان تاجیک خود این جراح روس در پیوندسازی جگر و غدود زیر معده هم شرکت کند. برتری کار طبیبان تاجیک را او در عملیات پیوندسازی عضوها از دونوری زنده می داند. تجهیزات طبی در مرکز ما از اینجا پیشرفته تر است، اما اینجا خواهش انجام عملیات پیوندسازی بیشتر است. مسئولان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان میگویند قبلا یک طبیب دیگری روس هم در شعبه جراحی برای 16 روز تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک 2 عملی پیوندسازی را با موفقیت انجام دادند و این زمینه برای آموزش تجربه طبیبان تاجیک از سوی همتاهای روس گردید. نتیجه های اپراسیون عملیات جراحی که در ما پیوندسازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمارا را ما می‌داشتیم، حاضر در 5م 6م شبانه روز بیمار را ما تماما رخصتی میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا خب مرکز پیوندسازی خودمان رو انتخاب کردم. تا امروز در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه بیماران از 12 کشور خارج جراحی شدند. سال گذشته طبیبان تاجیک در این مرکز 118 عملیات پیوندسازی گرده، 12 عملی پیوندسازی جگر، 4 عملیات پیوندسازی مغز استخوان، حدود 100 عملیات متابولیکی تبابت بیماری قند انجام دادند. در 5 ماه سال جاری در 65 مریض عملی پیوندسازی گرده و 6 عملی پیوندسازی جگر انجام دادند. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عملی پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر جهان عملی پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام می شده است. و خبر دیگر، رئیس پیشین هواتوغ در شهر سرافشان ولایت سوغد یک زیردستش را به تصرف تقریبا 5 میلیون سومانی فایده آسایشگاه متهم کرد. حسن ارزولویف ادعا دارد که هنگام ریاست او صاحبکار با نام مختار یونوسوف با استفاده از نام شرکت فراز به آسایشگاه به کار درآمد و صدها هزار سومانی را از آن خود نمود. و گفت با وجود مراجعت‌های به تکرار مقامات هنوز نسبت به یونوسوف چاره ندیدند. در شرکت فراز گفتند با نام مختار یونوسوف همکار یا کارگر ندارند و مسئله استفاده از نام شرکت را جدی تحقیق خواهند کرد. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش‌های دیگر را میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و توییتر دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان بشود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.